کانون فرهنگی اصلاحگران جوان از تلاش نیروهای امنیتی در جهت تامین امنیت انتخابات و نقش مثبت رسانه‌ها در این پروسه ملی تقدیر نمود. در نمایشی که شب گذشته از سوی کانون فرهنگی اصلاحگران جوان در هتل 5 ستاره برگزار شد، عملکرد مقامات امنیتی و رسانه‌های همگانی در روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ستایش شد. در این نمایش همچنان از مقام والای شهید و شخصیت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود نیز گرامی داشت به عمل آمد. شیرآقا نجاتی، مسئول کانون، هدف برگزاری این محفل را تقدیر از عملکرد خوب نیروهای دولتی و رسانه‌ها در جریان انتخابات اعلام داشت. وی گفت برگزاری موفقانه انتخابات در فضای امن باعث مسرت مردم هرات گردیده است. وی در عین حال نقش رسانه‌ها را در اطلاع رسانی به مواقع مهم قلمداد نموده یکی از عوامل برگزاری موفق این پروسه ملی را اطلاع رسانی درست به مردم اعلام نمود. استاد نعمت الله سروری رئیس عمومی اطلاعات فرهنگ نیز در مورد ارزش و میزان اثرگذاری فعالیت رسانه‌ها بر اذهان مردم صحبت نموده گفت با آنکه آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان پدیده جدید است، ولی فعالیت هدفمند رسانه‌های ملی و محلی در این پروسه مهم نشان از پختگی ژورنالیسم در این ولایت دارد. در این همایش پاسوال اکرام الدین یاور قماندان زون انصار نیز نقش ارگان‌های امنیتی در جریان پروسه انتخابات را ارزنده توصیف نمود و افزود تلاش نیروهای امنیتی و فعالیت مثمر رسانه‌ها عامل موفقیت این پروسه ملی بوده است. در اخیر مسئولین ارگان‌های امنیتی داخلی و خارجی از سوی کانون فرهنگی اصلاحگران جوان تقدیر شدند. همچنان لوح سپاس و تقدیرنامه این کانون با استاد نعمت الله سروری رئیس عمومی اطلاعات فرهنگ ولایت هرات به نمایندگی از تمام رسانه‌ها توزیع گردید. کانون فرهنگی اصلاحگران جوان از 2 سال بدین سو فعالیت رسمی خود را در ولایت هرات آغاز نموده است.